قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنان بگو یغضوا من ابصارهم، چشمهای خودشون را پایین بگیرند، و یحفظوا فروجهم، عفتشان را حفظ بکنند. ذلك ازکی لهم، این باعث پاکی بیشتری میشه برای اونها. کسی میخواد پاک بماند، پاک زندگی بکند، چشمایش را هم پاک نگه دارد. معنای آیه این هست، چشمایش را هم پاک نگه دارد. ذالک ازکی لهم، این باعث پاکی بیشتری برای آنها خواهد بود. ان الله خبیر بما یصنعون، انسان بداند که خداوند خبر دارد چه می کند. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می کند. از دیگه از اخلاقیات در نظام اخلاقی اسلامی است که وقتی که انسان یک خانم‌هایی را می‌بینه، خواهرای مسلمان خود هم می‌بینه، و یا خواهرای مسلمان مردها را می‌بینن، چشم پوشی بکنن. بعضی کساس مثلا انسان‌های بد اخلاق در سر راه ایستاد میباشه که هر خانم تیر میشه سون از او سیل کرده میرن، و یا بعضی خانم‌ها مثلا به طرف مردای نامحرم سیل میکنن. الله متعال میگه نه، این نظام اخلاقی اسلامی است که اگر شما نامحرما خانم‌ها را میبینین، خود شما چشمایتان پایین پرتین و بگذارین که اونا از راه خود برن، ولو که حجاب داشته باشن. حالا شما سعی کنین در شریعت اسلامی یک دختر مسلمان حجاب هم داره، شما مردای مسلمان او را میبینین فوراً چشمتان پایین میپرتین با اینکه اونا با حجاب خود تیر شود. اما این حال فکر بکنین که آیت قرآن سری مردمایی که تمام روز فیلم سیل میکنن، تمام روز مثلا خواندن سیل میکنن، تمام روز در مجالس موسیقی و رقص هستن، چند فیصد یا امی آیت قرآن سر خود چی کردن؟ تطبیق کردن که بیکار ماندن، عاجل فیلم ها را چالان میکنن، زنها به طرف مردای نامحرم سیل میکنن و مردا به طرف زنای نامحرم. بیخی آن قدر شده که بیخی گپ از طریق تلویزیون ها و فیلم ها و گپ ها بیخی عادی شدن. الله متعال چی میگه؟ قل بگو للمؤمنین، برای اون مؤمنایی که جنت طلب میکنن، مغفرت طلب میکنن، یغضوا من ابصارهم، که اینا پایین پرتن ابصار چشمایشان را، یعنی چشم پوشی بکنن. تو نمیشه که چشم خدا پت بکنن، بلکه نظر خدا دور بتن، به طرف از اونها زیاد توجه نکنن. و یحفظوا فروجهم، و بگو بر مؤمنا که اینا در شرمگاه های خدا محافظت بکنند. محافظت شرمگاه از چند طریق میشه. اول با پوشیدن لباس عورت برای مردها، با پوشیدن لباس ستر عورت و حجاب برای خانمها. برای مردها لباس ستر عورت است، اما مردها حجاب ندارن. برای خانمها هم لباس ستر عورت است و هم حجاب است. و دوم حفظ شرمگاه از چی میشه؟ حرکات نکتن بدن خود دالت رقص و گپا که اندام از اینا را مردم ببینن. پس از این معلوم میشه که رقص حرام است. چرا؟ در رقص عورت انسان، اعضای بدن انسان حتما حرکت میکنه و جانب مقابل او را میبینه. و سوم امی حفظ بدن به این میشه که از زنا و لواطت و جمجنسگرایی و مثلا دیدن فیلم های ناروا و حرکت های جنسی دیگه که توسط دست و توسط اعضای بدن دیگه انجام داده میشه، از یا باید چی کنن؟ از یا الله متعال میگه که باید شرمگاه خدا حفظ بکنن. ذالک ازکی لکم، الله متعال میگه که اینمی چشم پوشی و محافظت شرمگاه ای از دیدگاه نظام اخلاقی برای تزکیه و پاکی شما بسیار مؤثر و مفید است. ازکی یعنی برای تزکیه شما، برای پاکی شما، برای اخلاق اجتماعی شما ای بسیار مؤثر است. ان الله، یقین داشته باشین که الله متعال خبیرون، با خبر است، به ما یصنعون، با آنچه که مردم انجام میتن. هر صنعت و هر عمل را که شما میکنین الله متعال از او با خبر است. خبیر یکی از اسماء حسنای الله هست، یعنی ذاتی که از آنچه که در قلب شما میگذره که آیا شما این اوامر الله را میخواین اطاعت بکنین یا نکنین، الله با خبر است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم،
اعلام بفرما بگو برای مؤمنان، برای مردان مؤمن، یغضوا من ابصارهم، پایین بگیرن چشمای خودشان را، و یحفظوا فروجهم، و عفتشان را حفظ کنند. ببین یک مناسبت بین چشم و بین شرمگاه انسان هست. معلوم میشه که کسانی که مرتکب العیاذ بالله کار فحش و فساد میشوند، استارت اول از کجا هست؟ از چشم هست. ببین خداوند بعد از چشم میگه که و یحفظوا فروجهم. کسی چشمش را حفاظت میکند، بقیه خودش را کنترل میکند. کسی چشمش را حفاظت نمیکند، هیچ اعتمادی نیست که این انسان خودش را کنترل بکند. چشمش را حفاظت نمیکند، شرمگاهش را هم العیاذ بالله حفاظت نمیکند. نوشتن در کتاب ها که اولین قدم یا اولین استارت که من تعبیر کردم، اولین قدم کار بی‌حیایی و کار زنا چی هست؟ نگاه کردن و تماشا کردن نامحرم. این مرحله اولش هست، از اینجا شروع میشه، بعدا مراحلی دارد. نظرتون فابتسامتون فسلام فکلام فموعد فلقاء. نظرتون اولین بار نگاه کردن هست، این عرض کردم ابتدایش هست، آغازش هست. فابتسامتون، بعد از نگاه کردن دو تا نامحرم نسبت به هم دیگه تبسم میکنند، یه خنده میزنند. این مرحله دومش هست. نظرتون فابتسامتون، تبسم. فسلامون، بعد از این که از این مرحله گذشتن جرأت بیشتری پیدا میشه، همدیگر را سلام میگویند، سلام میفرستند، SMS برای همدیگه میفرستند. فکلامون، مرحله بعدی با هم صحبت میکنند، با هم دیگر به گفتگو زنگ میزنند یا جای با هم مینشینند. این مرحله بعد هست. فموعد، مرحله بعدی الله بنا بده وعده میگذارند. فلقاء، مرحله بعدی هم دیگر را ملاقات کردن، العیاذ بالله مرتکب بزرگترین عمل سیاه روی زمین شدن. این از کجا سرچشمه گرفت؟ نظرتون، ابتداش چی بود؟ نگاه کردن. لذا نگاه کردن خیلی سنگینه عزیزان. این نیست که کسی فکر بکنه این گناه صغیره هست، این از کبائر هست، از اکبر الکبائر است. به چه دلیل؟ خدا فرموده که نکنید. کسی خلاف دستور خدا بکند، بشینه به تماشای نامحرم ها، چه در فیلم چه بدون فیلم، نامحرم ها را تماشا بکنه، فرق ندارد چه مرد باشد چه زن. دستورات زنها به صورت ویژه می آید. خداوند هر دستوری که میده در قرآن مال مرد و زن هست، اما گاهی دستور خیلی اهمیت داشته باشد، به زنان به صورت جداگانه خصوصی دستور میده، یعنی صیغه مؤنث استفاده میکنه. این مورد از همون موارد هست، چون این موردی هست که هم باید زن رعایت بکنند هم باید مرد رعایت بکنند. الله میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنان بگو ای رسول الله یغضوا من ابصارهم، چشمهای خودشون را پایین بگیرند، و یحفظوا فروجهم، عفتشان را حفظ بکنند. ذالک ازکی لهم، این باعث پاکی بیشتری میشه برای اونها. کسی میخواد پاک بماند، پاک زندگی بکند، چشمایش را هم پاک نگه دارد. معنای آیه این هست، چشمایش را هم پاک نگه دارد. ذالک ازکی لهم، این باعث پاکی بیشتری برای آنها خواهد بود. ان الله خبیر بما یصنعون، انسان بداند که خداوند خبر دارد چه می کند. اگر کسی دیگه خبر ندارد، اگر پدر و برادر خبر ندارند، ان الله خبیر بما یصنعون، بدون شک الله عزوجل خبر دارد آنچه که انسان ها می کنند. در جای دیگه می فرماید یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، الله می داند خیانت چشم را و خیانت قلب را، اون چی که در دل مخفی کرده انسان، اون را هم می داند، خیانت چشم را هم می داند. ان الله خبیر بما یصنعون.